چون شب 541 برآمد، شهرزاد گفت: ای ملک جوانبخت. سندباد بحری با یاران مجلس بگفت: من نیز از بلاد هنود جویان شدم. ایشان را به من بنمودند که اجناس مختلفه هستند. پاره از ایشان کریشنا و اشراف اجناس هستند که به کسی ستم روا ندارند و پاره‌ای برا همه می گفتند. و ایشان طایفه‌ای بودند که هرگز شراب نمی نوشیدند، ولی ایشان اصحاب عیش و نشاط و ارباب لهو و طرب بودند. و مرا آگاه کردند که هنود 72 فرقه هستند و در مملکت ملک مهرجان که جزیره کابلش می گفتند، جزیره‌ای دیدم که در آن جزیره همه شب آواز دفها و طبلها شنیده می شد، ولی هیچ کس در آنجا دیده نشده بود. در آن دریا ماهی دیدم که طول آن 200 ذراع بود و ماهی دیگر نیز در آنجا دیدم که روی داشت مانند روی جغد بوم. و در آن سفر عجایب و غرایب بسیار دیدم که اگر پاره‌ای از آنها را شرح دهم سخن دراز کشد. الغرض پیوسته در آن جزیره ها می گشتم و بر آنچه در آن جزیره ها بود تفرج می کردم، تا اینکه روزی از روزها در کنار دریا عصا به دست گرفته به عادت معهود ایستاده بودم که ناگاه یکی کشتی بزرگ پدید شد که بازرگانان بسیار در آن کشتی بودند. چون کشتی به بندر رسید، ناخدا بادبان فرو پیچید و طناب در ساحل محکم بست و اهل کشتی هرچه بضاعت در کشتی داشتند بیرون می آوردند و من یک یک را می نوشتم. آنگاه از ناخدا پرسیدم که آیا چیزی در کشتی مانده یا نه. گفت: آری ای خواجه، باره‌ای بضاعتها به کشتی اندر مانده، ولیکن خداوند آنها در یکی از جزایر در دریا غرق گشته و اکنون بضاعت او در نزد ما ودیعت مانده. قصد ما این است که آنها را فروخته قیمت آن را در شهر بغداد به فرزندان و پیوندان او برسانیم. من به ناخدا گفتم: نام خداوند بضاعت چه بود؟ گفتند سندباد بحری نام داشت که در دریا غرق شد. چون من سخن ناخدا بشنیدم به دقت نظر کردم، او را بشناختم و فریاد بلندی برآورده به او گفتم: ای ناخدا، بدان که خداوند بضاعت منم و مرا نام سندباد بحری است که با جمعی از یاران از کشتی به جزیره آمدیم. چون ماهی که ما به روی او بودیم بر جنبش آمد، تو بانگ بر ما زدی. هر کس توانست که به کشتی بازگشت و هر کس نتوانست غرق شد و من نیز از غرق شدگان بودم. ولیکن خدای تعالی مرا به وسیله تخته بزرگ که اهل کشتی بر روی آن جامه می شستند، می دونم تعالی است، دوست دارم تعالی بخونمش، خلاص داد و به ساحل سلامت رسانید و در جزیره‌ای بیرون آمدم و در آن جزیره به یاری خدای تعالی با خادمان ملک مهرجان جمع آمدم. ایشان مرا بدین شهر آوردند و من در خدمت ملک بایستادم
او مرا بزرگی بندر و نویسندگی آن بداد. اکنون مرا در نزد او سخنی است پذیرفته و این بضاعت که در کشتی است از من است. ناخدا گفت ای بابا، جمعش کن بینیم بابا، از برای هیچ کس امانت نمانده. سندباد گفته است که من به او گفتم ای ناخدا، این سخن را سبب چیست که من قصه خود را به تو گفتم؟ ناخدا گفت چون تو شنیدی که من گفتم در نزد من بضاعتیه و خداوند او غرق شده، اکنون همی خواهی که آن مال را غصب کنی و این مال تو را حرام است که من به چشم خود دیدم که خداوند این مال با جمعی از یاران خود غرق شدند. تو چگونه دعوا میکنی که خداوند بضاعتی؟ من به او گفتم ای ناخدا، قصه من بشنو و سخنان من به گوش دار تا راست به تو آشکار گردد که دروغ شیوه منافقان است. پس از آن با ناخدا تمامت سرگذشت خود را از وقتی که از بغداد به در آمده بودیم تا به روزی که به جزیره برسیدیم و سخنانی که میان من و او گذشته بود بیان کردم. در آن هنگام ناخدا و بازرگانانی که در کشتی یار من بودند راستی سخنم بدانستند و مرا بشناختند و به سلامت من تهنیت گفتند و همگی سوگند یاد کردند که ما باور نداشتیم که از هلاکت خلاص شوی و از غرق نجات یابی، ولی خدای تعالی عمری تازه به تو ارزانی داشته. پس از آن ایشان بضاعت‌ها از کشتی به در آوردند. نامه‌بند بر آنها نوشته یافتند و هیچ چیز از آنها کم نشده بود. در حال من برخواسته آنها را بگشودم و چیزهای طرفه و گران قیمت به هدیت ملک برداشته با جمعی از اهل کشتی به نزد ملک رفتیم. ملک را آگاه کردم که این کشتی همان است که من در آن بودم و به ملک گفتم که بضاعت من که در کشتی مانده بود بی کسر و نقصان به دست من آمد و همین هدیت از جملت آن بضاعت است. ملک از این کار در شگفت ماند و راستی سخنانم بر ملک آشکار شد و ایشان بر اکرام من بیفزود و چیزی بسیار در مقابل هدیت من به من باز ببخشود. آنگاه من هرچه داشتم بفروختم و بضاعت بسیار از متاعهای آن شهر بخریدم. در زمانی که بازرگانان قصد سفر کردند من نیز بضاعتهای خود را در کشتی بنهادم و به نزد ملک رفته. شکر و احسان او را به جای آوردم. پس از آن سفر را دستوری خواستم. ملک جواز سفر داد و مالی بسیار به من بذل کرد و یکدیگر را وداع گفته به کشتی در آمدم و به اذن پروردگار سفر کردیم. بخت سازگار گشته، قضا یاری کرد. پس از آن چند شبانه روز به سلامت به شهر بصره رسیدیم و زمانی قلیل در آنجا قیام کردم و از نزدیک شدن به شهر خویش شاد و فرحناک بودم. پس از آن به سوی بغداد روانه شدیم. چون به بغداد رسیدم بضاعت بیکران و مالی بسیار با خود داشتم. از کشتی به در آمده به خانه خود رفتم. همه فرزندان و پیوندان و یاران من جمع آمدند و به بقای من شادمان گشتند.
پس از آن بندگان و کنیزکان خریده، خادمان و غلامان ترتیب دادم و خانه ها و کاروانسراها و باغ ها زیاده از نخستین شریک کردم و با یاران به معاشرت و با دوستان به مرافقت بنشستم و همه رنج ها و مشقت ها که در غربت برده بودم فراموش کردم و بیم و هراس که در سفر روی داده بود جملگی از خاطر من برفت. و این سرگذشت سفر نخستین من بود. فردا حکایت سفر دوم از سفرنامه های 7گانه حدیث خواهم کرد.